نقش مهمی که موشک هاگ توی جنگ تحمیلی ایفا کرده بود از یه طرف و جذابیت از نزدیک دیدنش و مهمتر از اون کنجکاوی که شخصا واسه دیدنش داشتم باعث شد این برنامه بیام سراغ موشک هاگ. البته امیدوار بودم تا حدی واسه شما هم همینقدر جالب باشه. به محض ورود با جناب سرهنگ ابهری یه راست رفتیم سر اصل مطلب، موشک هاگ. ما سامانه های موشکی هاگو از سال 54 در اختیار گرفتیم. اون زمان آموزش ها و حتی کار کردن و همه زیر نظر مستشاران خارجی انجام میشد. خودشون اتکای لازم رو نداشتن که بتونن کار رو خودشون انجام بدن. البته به جز اینکه اعتماد به نفس لازم رو نداشتن، مستشاران هم همه اون چیزی رو که باید از لحاظ فنی و تاکتیکی یادشون میدادن و نمیگفتن. به اصطلاح خیلی از فوت‌های کوزه‌گری رو ناگفته میذاشتن. شاید دلیل اصلی که باعث شده بود به خودشون اتکا نداشته باشن همین بود. جنگ که شروع شد، خود جنگ ما رو کشوند به اون سمتی که مجبور شدیم بریم به سمتی که هر چیزی رو که نمیدونیم یاد بگیریم. آزمایش خیلی حساس و مهمی بود، چون اولین تجربه بچه‌های خودمون تو شلیک هاگ بود و کسی پیشبینی درستی از نتیجهش نداشت. نکته مهمتر اما این بود که برای مقابله با حمله هوایی عراق چشم همه به نتیجه این آزمایش بود. شلیک باید با موفقیت انجام میشد. اولین فایری که شد در دسفول بود. این اعتماد به نفس رو به ما داد که این سیستم کارایی داره و خیلی هم موفقیت آمیز در طول جنگ تونست خودشون نشون بده. موفقیتی که پرسنل موشک هاگ تو آزمایش اول به دست آوردن تا آخر جنگ پایدار موند و این شکارچیان تونستن بیشترین شکار رو از بقیه پدافندهای هوایی داشته باشن. رفتیم دقیقاً بغل موشک. سرهنگ فرامرز روح‌افزا خیلی با حوصله اجزای مختلف موشک هاگ و طرز کار موشک رو از نظر فنی و تخصصی برام تشریح کرد. این برای چی اسمش هاگ شده؟ هاگ یا هاگ؟ یعنی اگه بخوایم به اصطلاح اون کلمه انگلیسیش رو معنی کنیم به معنی هومینگ آل دی وی کیلره، یعنی کشنده در هر شرایط، که مجموعه حروف اول اینا رو بذاری و هم دیگه میشه هاگ، یعنی قرقی. خب دلیلی هم داشته که اسمش رو بزنن قرقی؟ بله، این به خاطر اینکه هدفش که میخواد بزنه از خودش از هدف رد میکنه، از بالا مثل قرقی با پنجه، اینم از بالا میخوره رو کابین خلبان یا کابین هواپیما و به خاطر همین قرقی هم مصداق داره یا هاگ که یه پرنده هستش. این وقت چجوری عمل میکنه؟ یعنی الان این خود این چی هست؟ خدمت کنم این خود موشک هاگ هستش، از چندین قسمت تشکیل شده. اگه از اول بیایم به اصطلاح قسمت هدایتش هستش، بعد سر جنگیش هستش، بعد راکت موتورش هستش و در انتها اگزاستش هستش که خروجی هوا هستش. اون چیزی که در واقع هواپیما رو ثابت میکنه بالاخره کدوم یکی از این قسمت‌هاست؟ قسمت این قسمتش هستش که به اصطلاح بهش میگم وارهد که سر جنگیش هستش. خطری که نداره، یعنی الان نه، الان این موشک کاملا سیف هستش، امن هستش. این سر هدایت شوندش چی کار میکنه؟ سر هدایت شوندش به اصطلاح با رادار زمینی در ارتباط با اون هستش، فرکانس از اون میگیره و برگشتی که از هواپیما میاد تو خود این سر هدایتی میاد. مجموعه اینا باعث میشه که مسیر موشک مشخص شه و موشک به سمت هواپیما هدایت بشه. موشک به دو حالته، یا خودش مستقیم به هواپیما میخوره یا بغلش به صورت گذرنده که میخواد رد بشه به صورت مجاورتی، فیوز مجاورتی داره که عمل میکنه، موشک منفجر میشه. در اثر منفجر شدن این سر هدایتیش یه سری ترکشا داره که اون ترکشا با هواپیما میخوره و هواپیما رو ساقط میکنه. خب اینا یه مکانیزمی داره خودش که احساس میکنه که الان داره هواپیما رو رد میکنه. خب اینا توی همون سر هدایت؟ بله، همه اینا هدایت با خود موشک هستش. هیچ هدایتی از رو زمین روی موشک نیست. واقعا که این موشک سلاح باهوشیه. باهوش و البته شجاع. نه، مطمئن باشید موشک کاملا سیف، امنه و هیچ مسئله‌ای نداره. شما الان اینو اینجا آتیش روشن کنید، این آتیش میگیره و میسوزه مثل یه شب، هیچ انفجاری انجام نمیشه. امتحانش مجانی. خیلی شب مجانی نباشه. این موشک چه هواپیماها رو چه ارتفاعی میتونه بزنه؟ بله، خدمت کنم این بر اساس ماموریت که داره، ماموریت این سامانه برای ارتفاع کم و متوسط هستش. از بالای سطح درخت بگیرید شما تا برید تو ارتفاع 50,000 پایی میزنه. یعنی چند تا درخت 50,000 پایی؟ و محاسبه کنید خیلی درخت. از کوه دماوند
بالاتر میشه تقریبا همون میشه دیگه، چون 6000 متر هستش دیگه. 6000 متر نه، خیلی بالاتر از اون میشه. 6000 متر پایین تازه از کوه دماوند بالاتر. نه ارتفاع پایین نه، ارتفاع پایین که خدمت عرض کردم که میشه 500 تا 500 اگه بخوایم معیار بگیریم چند کیلومتر تقریبا 500 ما میشه 150 متر 180 متر. این میشه ارتفاع پایینش. بالاش هم که خدمت عرض کردم 18 کیلومتر هستش که میشه 48000 پای 50000 پای که خدمت بالاتر از اون باشه یعنی دیگه این موشک نه دیگه این هر سامانه پدافندی برای یک ارتفاع تعریف شده. باید بگم این حس کنجکاوی که من دارم از دوران کودکیمه که با منه. البته بعضی وقتا از دست خودم هم خارج میشد. انصافا سرنگ رو افزا خیلی حوصله به خرج داد، چون دقیقاً از اون وقتایی بود که کنجکاویم از کنترل خارج شده بود. من یه سری چیز اینجا دیدم، اینا برای چی؟ اینا برای اینکه این موشک روی این دستگاه قرار میگیره که حالا لانچر هستش، به اصطلاح این به اصطلاح همین بال و بالچه هستش. این چیه؟ اون رادارم شروع کرد حرکت کردن. سوخت اینا چیه؟ سوختش جامد هستش. این چیه؟ این رطوبتگیرشه، رطوبتگیر موشک هستش. سوختش کجا هست؟ همین قسمت به اصطلاح راکت موتورش هست. باید اعتراف کنم که این موشک زمین به هوا منو هول کرده بود. دیگه زیادی غیر قابل کنترل شده بودم. این وقت قیمتش چنده؟ یعنی مثلا هر یه دونش چقدر در میاد؟ میخوام بدونم مثلا 100,000 تومانه، 1,000,000 تومانه، 100,000,000 تومانه. خیلی بالاتر از اینا بدید. خیلی گرونه پس. گرون است. اما وقتی مطمئن شدم این قاطی کردنم دلیلش چیزی به جز کنجکاویه که یه سوال خیلی عجیب از جناب سرنگ پرسیدم. این چرخا برای چیه؟ آخه این چه سوالی بود؟ بودن چرخ زیر یه چیز دلیلش چی میتونه باشه؟ سری به خودم اومدم و فهمیدم این آشفتگیم دلیلش فقط خستگیه. دیگه میخوام گفت که چیار دیگه میپرسیدم؟ دیگه شما سوالی نداشتی؟ حسن سالار چیزی باقی نمونده؟ ترجیح دادیم یه چند دقیقه استراحت کنیم. تو قسمت قبل دیدیم که هاگ یه نوع موشک زمین به هوای هوشمنده که از زمین به سمت هوا شلیک میشه و هر جا هواپیما بره اونم میره دنبالش تا بالاخره اونو منهدم کنه. حالا میخوایم بدونیم که این موشک اساساً چجوری این کارو میکنه. داخلش ریسیور داره، گیرنده داره، امواج برگشتی از هواپیما رو میگیره، یه موج خام هم که توسط رادار کنترل زمینی هست میگیره، تو خود هدایتش اینا رو آنالیز میکنه و میفهمه موقعیت هواپیما الان تو فضا کجاست و به اون سمت میره. ولی اینکه بخوایم تغییر سمت بدیم یا هدایت بکنیم نه، این کنترل دیگه با ما نیستش. خودش تصمیم میگیره میره به طرف هواپیما. پس این سرکاری که اینجا وایساده کارش چیه؟ خدمت عرض کنم ایشون برای آماده سازی قبل از مراحل پرتاب هست. قبل از پرتاب نیاز به سری آماده سازی ها، چک‌ها و اینا هستش که توسط ایشون انجام میشه. ایشون کاراش انجام میده، چک‌ها رو انجام میده، آماده میکنه، میده به مرکز عملیات که از اون لحظه بعد دیگه کسی تو این محوطه نیست، در یک اتاقکی هستش که نظارت میکنه بر محوطه. این رادار موشک هاگه. در واقع اینه که مسیر رو به موشک نشون میده. اما به غیر از تمام این چیزای هیجان انگیز یه جای دیگه‌ای هم هست که شاید از همه اینا هم هیجان انگیزتر باشه. میخوایم بریم تو اتاق رادار موشک. چه جای باحالی. هیجان انگیزیش اینه که این اتاقا از اون اتاقایی نیست که بشه در زد و رفت تو. خیلی محرمانه و سریه. سلام، میتونم بیام تو؟ ببخشید اگه یه خورده صدا رو بهتر شد ها؟ اینجا چون صدا زیاده شما از این هدفون ها میزنید؟ نه، به خاطر اینکه با همکارانمون در اون سمت در تماس باشیم. دقیقاً چیه؟ کارش چیه؟ شما چجوری اینجا رهگیری میکنین؟ رادار ما اهدافی که به سمت ما میان یا از سمت ما دور میشن به صورت بلیپ یک هدفی به ما به صورت متحرک نشون میدن، قابل نمایشه. بلافاصله این بلیپ رو که ما در این رادار در این صفحه اسکوپ کشف کردیم، هدف رو که دیدیم بلافاصله برای ما مهرس شد که هدفه، از طریق شبکه کنترل فرماندهی اقدام به شناسایی میکنیم و در صورت اینکه دشمن برای ما شناخته بشه بلافاصله با توجه به دستورات تاکتیکیمون اقدام به لاک و در نهایت فایر بر روی هدف میکنیم.
شما چی کاره این اتاق؟ من به عنوان افسر کنترل موشک هاگ هستم. میتونم برم اون سمت؟ بله بفهمید. ببخشید. چقدر تنگه اینجا. بله. بله سمت 110 درجه فاصله 105 کیلومتر هواپیمای دشمن داریم. دارم بگو هدف رو دارم پسر. فاصله 100 کیلومتری ماست نزدیک شونده. دستور چیه؟ دستور. بله بله. آقا دستور درگیری میدن. بله 100 کیلومتر نزدیک شونده. مختصات به رادار بگو. تایید میکنن دشمنه؟ بله تایید شد 80 کیلومتر نزدیک شونده. های پاور درگیر شید. لاک عنوان کن لاک. با رادار عنوان کن لاک. الان دقیقاً روش لاکیم. بله وارد شده هولو 60 کیلومتر. الان 60 کیلومتریه. 60 کیلومتر نزدیک شونده. آماده 5 4 3 2 1 آتش. هدف رو میبینم. الله اکبر الله اکبر. هدف ثابت کرد. تاییدیه‌شو بگیرید از رادار. رادار الان من ندارم. شما تایید می‌فرمایید زدنشو. آقا تایید شد. الله اکبر الله اکبر. هدف ثابت کرد. زحمت بکشید یادداشت کنید. خورد حالا واقعا؟ نه حواسم نبود. وای چی شد؟ میگم خورد حالا واقعا میگی نه. حواسم نبود از آخر فیلم. خب اشکال نداره. دوباره میریم. این هم یه اتفاق خیلی جالب که ناخواسته شد حسن ختام برنامه‌مون. از اونجایی که ما می‌خواستیم این فرایند رو کامل نشون شما بدیم، لازم بود یه هواپیما رو براتون بتره کنیم. اما از اونجایی که واقعا هواپیمای دشمنی در کار نبود که رادار روش قفل کنه و موشک رو به سمتش شلیک کنه، خدمه رادار این همکاری رو با ما کردن که فرایند کامل رو برامون بازسازی کنن. یعنی اصلا هواپیمایی در کار نبود. اما درست آخرین لحظه ضبط یادشون رفت که قرار نبود این ماجرا پیش شما لو بره و شما بفهمیدین یه بازسازیه. ما هم که دیدیم اتفاق بامزه و جالبیه، دلمون نیومد حذفش کنیم. کما اینکه فکر کنم به هر حال این فرایند برای شما خوب جا افتاده باشه.